بیت آنیزی رو قراره با هم دیگه باز بکنیم. ترک جدید کوشا که پروداکشن و میکسش با من بوده. برو بریم. بخوام بربکشم اما خواهی میمیرم تشتی بمونه سفید رد بینی من میدونی سیف نیستم اینجا وقتی کنارم رفیقم نه ولد نیستم بگم نریم تو این آتیشنو نگران حال منی میشم بارون میرم آسمون میبارم زمین وقتی یشم میزنم بیرون پشت سرم اشکی نبود من وقتی یشم میزنم بیرون پشت سرم هیچی نمونم وقتی یشم میزنم بیرون پشت سرم اشکی نبودم وقتی یشم میزنم بیرون پشت سرم هیچی نمونم. قبل اینکه شروع کنیم اینم بهتون بگم لینک موزیک و موزیک ویدیو رو جفتش رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم، حتما چک کنید. ترک رو با این لاین شروع کردیم. این لاین رو خود کوشا برای من فرستاد. وکال کارشون یه حالت ملودیک ترپی داشت. من دیگه پیچ و اسکیل و کی و اینجور چیزا رو تغییر ندادم. رو همین ترک شروع کردم. اول از همه درامز رو چیدن. توی میکسر روی این لاین فقط یه EQ اول از همه گذاشتم که این لوکات است. یه دونه الفو تولز اینجا استفاده کردم که یه سایت چین افکت، یه داک افکت اصطلاحاً میده بهش. درام لاین رو با این هایت شروع کنیم. هایت یه لوپی فکر کنم برای سایماتیکس که توی ماکتی که برای کوشا اول فرستادم که تم کار دستش بیاد و ببینه که حال میکنه با کار که ادامه بدیم یا نه بود، که بعد دیدم داره به کار کمک میکنه گذاشتم بمونه. ولی خب از چند تا لیر هایت استفاده کردم اینجا. این هایت هم هست. بعد یه دونه ریم شات اضافه کردم. های هت ها هیچ افکتی روشون نیست، فقط پن شدن یه سریاشون، ولی ریم شات یه ریورب روشه که این پری دیلی خیلی کمک کرده به ساوندش. این ریورب اگه نباشه خیلی خشک داره صدا میده ریم شاته، ولی ریوربش رو که آن کنم با این پری دیلیه. بعد ریم شات هم 3 تا لیر اوپن هت داریم. یه دونه هم آف بیت اسنیره. اگه دقت کنین خیلی ریتمای هیچ کدوم پیچیدگی خیلی عجیب غریبی نداره، به خاطر اینکه کلا ترک داشت به یه سمتی میرفت که اون پارامترهای تونال و اینسترومنتاش خیلی داشت شلوغ بلوغ میشد. واسه همین درامز رو من سعی کردم خیلی ساده جلو ببرم. کلا سادگی و اون حالت مینیمال رو بیشتر خودم دوست دارم. کیک رو اضافه کردم که کیک 2 تا لیره. یکیش این کیکه که توی لاینش یه دونه EQ استفاده کردم. این مدلی خیلی شیپ عجیب غریبی هم داره. و یکی که دیگه هم دارم که یه ذره کلیپ شده و دیستورت تره. 2 تا با هم. این کیک هم کلیپ خیلی زیاد. اینا همه کنار هم دیگه، یعنی درام لاین. البته رایزر و سیمبال و کرش و اینجور چیزا هم استفاده کردم که اینا رو الان آن میکنم بشنوید. یه کوچولو که پروژه جلو رفت احساس کردم که اوکی این از اون پروژه‌ایه که میتونم از سینتیسایزر زیاد روش استفاده بکنم و خب میدونن کسایی که قدیمی این چنل رو دنبال کردم من عاشق ساوند دیزاین و عاشق ساوندهای سینتیسایزر و اینجور چیزام. اومدم این آرپژ رو اضافه کردم به کار که پترنش این مدلیه. روی لاین این آرپژ فقط فکر کنم یه دونه کورس باز کردم. پریست دیفالتش رو فقط فکر کنم یکم میکسش رو آوردم پایین و خود این ساوندم پریست
گلیمینگ کیز برای پروفت. نکته مهمی که این پریست داره اینه که با ولوسیتی که تو بازی میکنی روی فیلترش تاثیر میذاره. یعنی من اینجایی که نوتو ذره ولوسیتی رو بالاتر گرفتم با اینجایی که پایین‌تره، کاتاف فیلتر من متفاوت. بعدش اینو لید اضافه کردم که بیشتر حالت بل داره ولی اینه ملودیش. رو خود لیده فقط از این کورس استفاده کردم تو میکسر، ولی پترنش رو اگه دقت کنین یه جور چیدم این دوتا اینجوری حل میشن میرن تو هم دیگه. و یه دونه لید دیگه هم استفاده کردم که این یکیه که این اصلا عجیب غریبه دیگه. افتر تاچش رو میبینین روی لاین این لید دومی هم باز دوباره کورس استفاده کردم به علاوه دیکپیتیتور، ولی میکسش رو کم کردم با این تنظیماتی که میبینین و اینا همه کنار هم دیگه، یعنی اینسترومنت ها میشن اینجوری. مایک دین باشه. بعد میریم سراغ بیسلاین. بیسلاین هم دوباره دوتا لیره، یکیش لیر سابه که ایشونه. البته پریست های لید رو یادم رفت بهتون بگم. لید پریست 41 پالس ویت مود یه همچی چیزاییه، چرا اینجوری شدم. و این یکی هم 21 یونیسون گلاید رزو، جفتشون همه بر پروفتن، قفلی پروفت بودم روی این پروژه. برای سابم از وان شات، ریز بیس هم از وان شات استفاده کردم. دوتا لاینی که الان میخوام بهتون بگم که سابه اینه پترنش. دلیل اینکه از وان شات استفاده کردم به خاطر اینکه میتونستم اینجوری بهش اسلاید بدم، خیلی خوشگل‌تر میشد و این اسلاید نوتا خیلی کمک میکنه به اینکه باحال‌تر کلا صدا بده بیستون. ریز بیس هم پترنش این مدلی اگه دقت کنین همونه، فقط یه کوچولو آخرش تغییر میکنه. توی میکسر روی ساب از دیکپیتیتور استفاده کردم، یه دونه EQ استفاده کردم، هایکات خیلی زیاد به خاطر اینکه اصلا اینا رو نمیخواستم، اینا الکی بود، من فقط اینو میخوام. و بعدش هم روی این ریسپیس دیکپیتیتور دوباره دیستورشن با این تنظیمات، سچوریشن، حالا داینامیکش رو کنترل کردم و از ترک اسپیسر استفاده کردم که فرکانس های مشترک ساب و ریز بیس رو برای من چیکار بکنه، سایت چین بکنه با هم دیگه. ساب رو سندش کردم تو لاین ریز بیس، یه همچین حالتی میگیره ریز بیس، ولی دوتا کنار هم دیگه، یعنی ریز بیس به تنهایی میبینین اصلا صدای باحالی نمیده، ولی با هم. بعد این دوتا رو سندشون کردم توی لاین بیس دیگه، اونجا شروع کردم بیس لاین موزیکم رو کنترل کردن. سابش رو مونو کردم، یه کوچولو وایدتر کردم فرکانس‌های بالاشو، از کلیپر استفاده کردم، هم برای اینکه داینامیکش کنترل بشه، همین که کلیپر خب یه مدل دیستورشن دیگه، یه کوچولو هارمونیک هم میاد اضافه میکنه، باعث میشه بیس بیشتر بزنه بیرون. و تهش هم یه دونه فروتی لیمیتر برای سایت چین کردن کیک و بیس. نکته خیلی مهم، اگه میخواین بیس خیلی گنده‌ای تو موزیکتون داشته باشین و در کنارش کیکتون هم پانچی باشه، از سایت چین زیاد سعی بکنین استفاده بکنین. یعنی بیس رو یه کوچولو بالاتر از حد نرمال بذارین، مثلا 1 dB 1.5 dB، ولی خیلی سایت چینتون سنگین باشه، مثلا همین حالتی که میبینین که قشنگ جا واسه کیک خالی بشه، بعد دوباره بیس بیاد پر بکنه و قشنگ یه لو اند خفن. کنار همه اینا هم خب طبیعتا وکال کار میاد که اگه بخواین میتونم میکسش رو توی ویدیو دیگه راجعش صحبت بکنم، چون وکالش حالت ملودیک ترپ داره و با کارهای دیگه‌ای که قبلا گذاشتم متفاوته.